اگه میخوای ایراد از اتوش بگیری اتو درست نشده چون تو کیسه بود خوابیده بود میدونم چه شکل چون از داری نگاه میکنی. مادرمو به تازگی دست دادن برای همین ما آدم ها گاهی یادمون میره چقدر زود دیر میشه. یادم میاد که تصمیم داشتم به اتفاقا قرار بذارم که مادرمو به استانبول ببینم. این گفتم حالا قرار میذارم حالا خب دیگه حالا میگه گریه نکنیم که همه بوده عوض شه. خیلی خوب. سلام عشقان، خیلی خوش اومدی به کانال خودتون. امروز اومدیم با یه برنامه جنجالی و تازه‌ای که قراره توی مارکت ایرانی بترکونه. برنامه‌ای که با 10 شرکت کننده خانم آغاز میشه که قرار خودشونو به چالش بکشن. خانم ها، آقایون، این شما و این هم برنامه جنجالی زن روز که قولشو بهتون داده بودم. پس قبل از اینکه بریم به برنامه، لایک و کامنت و سابو بزنید بترکونه که بریم سراغ قسمت اول این برنامه که ببینیم چه اتفاقاتی میفته و داستان از چه قراره. قبل از اینکه شروع کنیم یه توضیح کوتاهی راجع به این برنامه من بدم. اونم اینه که این برنامه با 10 شرکت کننده خانم آغاز میشه که تو دنیای مد و فشن و استایلیست قراره با هم رقابت کنن که مجری این برنامه خانم مهناز افشاره که بیشتر از این چیزی نمیگم. بریم سراغ این برنامه که ببینیم قراره چه اتفاقاتی رو ببینیم. پس با من همراه باشید که کلی قراره سورپرایز بشید. همونطور که دیدی توی این مسابقه 3 تا داور داریم. اولین داور سرکار خانم شیرین مقدم و دومین داور آقای پدرام علیزاده و اما داور سوم ما سرکار خانم مارال سفری هستن که 3 تا داور این مسابقه ما رو تشکیل میدن. خب حالا در ادامه بریم سراغ شرکت کننده هامون که بیان روی صحنه و باهاشون آشنا بشیم. بریم سراغ شرکت کننده ها که وارد بشن و یه معرفی داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. با شرکت کننده اول شروع میکنیم که به روی صحنه میان تا مسابقه رو آغاز کنیم که شرکت کننده اول سرکار خانم سارا محمدرضا هستن، 31 ساله، بلاگر، که ببینید در ادامه این خانم چیکار میکنن. خب همونطور که دیدیم و تا اینجا از این برنامه دستگیرمون شد. کانسپت برنامه اینجوریه که هر کدوم از شرکت کننده ها تک به تک میان روی صحنه و بعد از معرفی خودشون و کارشون داورها در مورد استایل لباس و حتی اندام این خانم ها نظر میدن و امتیاز میدن که باید ببینیم کدوم یک از این شرکت کننده در نهایت برنده میشن. اما قبلش یه توضیح در مورد دنیای فشن و مد و همچنین کانسپت برنامه بهتون بدم که راحت‌تر تصمیم بگیری که این برنامه به دردتون میخوره و میتونه برنامه خوبی باشه یا نه، که دیگه تصمیمش با خودتونه. برای نقد حرفه‌ای قسمت اول برنامه زن روز که محورش روی دخترهای خوش استایل ایرانی و رقابتشون در استایل و جذابیت، میشه از چند زاویه به موضوع نگاه کرد. فشن فقط لباس پوشیدن نیست، یه زبان بصریه برای بیان شخصیت، اعتماد به نفس و هویت اجتماعی. این برنامه در واقع تلاش کرده همین مفهوم رو به شکل سرگرم کننده و رقابتی نشون بده. اینکه استایل صرفاً ترکیب رنگ یا برند نیست، بلکه روایت فرد از خودش برای جامعه است. که به عنوان نقاط مثبت تو این برنامه میتونیم بگیم تمرکز گذاشتن بر هویت ایرانی و دخترایی که شرکت میکنن ترکیب جالبی از مد جهانی و سلیقه ایرانی رو ارائه میدن. این باعث میشه برنامه صرفا کپی از شوهای خارجی نباشه، بلکه رنگ و بوی بومی پیدا کنن. دومین دلیل مثبتش اینه که جرأت داشتن در به چالش کشیدن استایل شخصی خود فرد میشه که این کارو میکنه. خیلی از شرکت کننده ها ریسک کردن و این بخش جذاب ماجراست. مد یعنی جسارت و برنامه تونسته فضایی برای نمایش این جسارت ایجاد کنه. و اما سومین دلیل مثبت این برنامه اینه که توجه به تنوع از استایل کژوال گرفته تا شیک و کلاسیک دیده میشه که به مخاطب نشون میده خوش استایلی یه تعریف ثابت نداره. و اما به عنوان نقطه ضعف و مبحثی که جای نقد داره، میتونم بگم سطحی شدن مفهوم خوش استایل در بعضی لحظات برنامه بیش از حد روی ظاهر و جذابیت بصری تمرکز داشته بدون اینکه به داستان پشت استایل یا فلسفه انتخاب‌ها بپردازه. خوش استایلی فقط پوشیدن لباس برند یا شیک نیست، باید دید چقدر لباس با شخصیت فرد هماهنگه. دومین مورد کمبود نگاه تحلیلی تو برنامه است که به شدت احساس میشه که اگه یه کارشناس مد یا فشن بلاگر حرفه‌ای به عنوان داور ثابت حضور داشت،
نقدها عمق بیشتری پیدا میکرد. الان بیشتر شبیه مسابقه سلیقه‌ای بود. و اما سومین نقطه ضعف برنامه که میتونه بهبود پیدا کنه کمبود بخش آموزشی تو این برنامه است که برنامه میتونست از این فرصت استفاده کنه و نکاتی کوتاه درباره اصول فشن، مثلا قانون رنگ‌ها یا تطبیق فرم بدن با لباس به مخاطب بده. این باعث میشد برنامه هم سرگرم کننده تر باشه، هم ارزش آموزشی پیدا کنه. که حالا برای این جمع‌بندی و نقدمون میتونم بگم قسمت اول زن روز شروع امیدوار کننده ای بوده، پر انرژی، متنوع و سرگرم کننده. اما برای اینکه بتونه در دنیای مد و فشن جدی‌تر دیده بشه، لازمه به جای صرفاً مقایسه ظاهری بیشتر به داستان، هویت و منطق پشت انتخاب استایل‌ها بپردازه. مد در نهایت فقط خوش لباس بودن نیست، بلکه روایت کردن خود آدمه. که امیدوارم تو قسمت‌های بعدی این مسئله بیشتر بهش پرداخته بشه و همین مورد کمک میکنه برنامه جذاب‌تر هم بشه. واقعیت اینجاست که برنامه مثل زن روز در اصل با محوریت مد و استایل ساخته شده، فضایی که باید معیار اصلی اون خلاقیت، انتخاب درست استایل و شناخت سلیقه شخصی افراد باشه. اما چیزی که ما در اجرا میبینیم بیشتر شبیه به یه سری چالش‌های شخصی و دعواهای فرعیه تا یه نقد واقعی روی لباس و استایل. شرکت کننده ها گاهی نه بر اساس کیفیت استایل، بلکه از روی دلخوری ها، حس رقابت ناسالم یا حتی حسادت های معمول دخترونه به همدیگه نمره میدن. نتیجه این میشه که به جای اینکه مخاطب تجربه تماشای یه برنامه تخصصی مد رو داشته باشه، با فضایی روبرو میشه که بیشتر به کلکل‌های بی‌دلیل و حاشیه‌های شخصی شباهت داره. که اگه چنین روندی ادامه پیدا کنه، زن روز از هدف اصلی خودش فاصله میگیره و به جای یه ویترین برای نمایش خلاقیت‌های مد و استایل به یه صحنه برای تصفیه حساب‌های شخصی تبدیل میشه. در حالی که انتظار مخاطب اینه که یاد بگیره، الهام بگیره و با نگاه حرفه‌ای‌تر با استایل و مد آشنا بشه، نه اینکه صرفاً شاهد دعوا و نمره دادن‌های سلیقه‌ای باشه. حالا در مورد این حرف داور برنامه که به لباس زیر فرنوش گیر داد یه نکته‌ای بگم که طرز فکر ایشون رو درست کرده باشم. ببینید عزیزانم، یکی از نکات کلیدی در طراحی و استایلینگ اینه که مرز بین زیبایی شناسی، کارکرد و فرهنگ جامعه رعایت بشه. وقتی داور میگه لباس زیر نباید دیده بشه، این حرف بیشتر ریشه در نگاه سنتی و کلاسیک به مد داره، جایی که لباس زیر صرفاً به عنوان یک پوشش کاربردی در نظر گرفته میشه، نه بخشی از استایل بیرونی. اما واقعیت اینه که در صنعت فشن جهانی سالهاست این مرز شکسته شده. امروزه لباس زیر دیگه فقط یه پوشش مخفی نیست، بلکه در خیلی از کالکشن ها به عنوان جزئی از استایل اصلی دیده میشه. از روی صحنه کسب‌های برندهای بزرگی مثل دیور یا ورساچه گرفته تا استریت استایل های شهری، دلیلش هم واضحه. لباس زیر میتونه یه عنصر تزئینی و بیانی باشه. خیلی وقتا قدرت نمایی زنانگی و آزادی انتخاب فردی در فشن به نمایش گذاشته میشه. استایل های مثل لباس با کاور شفاف یا کت اوورسایز روی برازیل بخشی از ترندهای ثابت مد امروز هستند. با این حال نکته مهم اینجاست: کانتکست، بستر اجتماعی و فرهنگی اهمیت داره. در جوامعی مثل اروپا یا آمریکا نمایش لباس زیر در استایل بیرونی عادی و پذیرفته شده است، اما در جوامعی با فرهنگ محافظه‌کارتر ممکنه بازخورد منفی یا حتی محدودیت قانونی داشته باشه. استایلینگ درست هم مهمه. تفاوت زیادی هم هست بین یه استایل شیک و طراحی شده، مثلا برازیل روی کت‌واک با نمایان شدن اتفاقی لباس زیر که بیشتر نشانه بی‌دقتی در استایل به نظر میاد. پس به عنوان یه نتیجه‌گیری حرفه‌ای در صنعت مد امروز، درست‌ترین نگاه اینه که لباس زیر میتونه بخشی از استایل و فشن باشه، اما فقط وقتی که آگاهانه و هنرمندانه استایل شده باشه. به زبان ساده، اگر لباس زیر دیده میشه، باید بخشی از طراحی و استایلینگ باشه، نه یه اتفاق. بنابراین نقد به داور اینه که دیدگاهش بیش از حد محافظه‌کارانه است و نادیده میگیره که فشن امروز دیگه فقط در چارچوب پوشاندن بدن تعریف نمیشه،
بلکه یه ابزار بیان هنری، هویتی و حتی اجتماعیه. صنعت مد و استایل فقط در مورد لباس یا رنگ و فرم و ظاهری نیست، بلکه ذاتاً به انسان و احساسات او گره خورده. هر استایلی که خلق میشه حامل یه پیامه، هویت و بار عاطفیه. وقتی یه طراح، مدل یا حتی یه استایل خیابونی رو میبینید، آنچه ما رو جذب میکنه صرفاً پارچه یا برش لباس نیست، بلکه حسیه که منتقل میشه. اعتماد به نفس، قدرت، آزادی، لطافت یا حتی شورش. بدون این لحظه های احساسی فشن تبدیل به یه نمایش خشک و بیروح میشه. اینجاست که مشکل اصلی برنامه‌هایی مثل زن روز نمایان میشه. به جای اینکه شرکت کنندگان درگیر خلق و بیان هنری از طریق استایل باشن، بیشتر وقتشون صرف کلکل، دعوا و چالش‌های شخصی میشه. نتیجه این میشه که فشن به حاشیه میره و اونچه در مرکز توجه قرار میگیره حاشیه‌ها و حسادت هاست. این باعث میشه مخاطب به جای دریافت الهام و شناخت بیشتر از مد و استایل، صرفاً یه شو سرگرمی شبیه به ریالیتی شوهای زرد ببینه. حالا سوالی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که چرا لحظات احساسی باید در مد وجود داشته باشه؟ پاسخ اینه که چون فشن بدون احساسات هویتش رو از دست میده. یه لباس زیبا وقتی تاثیرگذار میشه که بیننده رو درگیر کنه. احساسات باعث اتصال بین طراح، مدل و مخاطب میشه. لحظات احساسی در رقابت‌ها میتونه انگیزه بخش و خلاقیت زا باشن، نه صرفا لحظات درگیری. و اما به عنوان نقد اصلی به مسابقه میتونم بگم مشکل مسابقه زن روز این نیست که احساسات وجود داره. مشکل اینه که احساسات در قالب درگیری و حسادت خرج میشه، نه در قالب خلاقیت و روایت شخصی از استایل. رقابت سالم باعث میشه هر شرکت کننده با استایلش یه داستان شخصی یا احساسی تعریف کنه. وقتی داوری و رقابت روی دعوا میچرخه، نتیجه اینه که فشن تبدیل به ابزاری سرگرمی سطحی میشه، نه یه تجربه فرهنگی هنری. حالا به عنوان یه نتیجه گیری حرفه‌ای از این قسمت، درست‌ترین نقد اینه که احساسات باید قلب تپنده مد باشن، اما در خدمت خلاقیت و بیان فردی، نه سوختی برای دعواهای کودکانه. مسابقه‌ای که نتواند این مرز رو تشخیص دهد، در حقیقت فشن رو از معنای واقعیش توهین می‌کند. خب عشقا، اینم از نقد 3 قسمت اخیر زن روز. راستش همه چیز از نظر اجرا و تنوع خیلی خوب پیش میره، اما هنوز اون چیزی که باید قلب برنامه باشه، یعنی مد و فشن واقعی، گاهی زیر سایه این دعواها و حسادت‌ها گم میشه. کاش انرژی شرکت کننده ها بیشتر خرج خلاقیت و استایل شخصی میشد تا کلکل و رقابت بچگانه، چون واقعا اونجاست که برنامه میتونه بدرخشه و به یه شو حرفه‌ای تبدیل بشه. امیدوارم این نگاه براتون جالب بوده باشه و مثل همیشه از نقد لذت برده باشین. اگر دوست داشتین برای حمایت لایک و کامنت یادتون نره و اگر هنوز عضو نشدین سابسکرایب کنید تا با هم ادامه این مسیر رو بریم. یادتون باشه من اینجا هم به عنوان یه بیننده عاشق فشن و هم به عنوان یه دوست کنارتونم. ممنونم که تا آخر با من بودین. خیلی دوستتون دارم. تا نقد بعدی مراقب استایل و حال خوبتون باشین. فعلا خدافظ.